فقط مایش هم تو گفت ای زبانت بریده بالای برای تو فقط باید پدر میشود. بوسه کردن دستی پدر این مستحب است. نگاه کردن روی مادر و پدر این عبادت است. اگر پیشاب پدر گیرد بوی پیشاب در مشامش رسد در دماغش باید اف نگوید. قرآن حتی چشم عله کردن به سوی پدر و مادر اجازه نمیدهد. چه جایی که سخنی درست گفتن، چه جایی که تو کاردان. جوانای خوب، در اینجا جوانان بیشتر هستید. میخواهم در باب احترام پدر و مادرم یک 5 دقیقه صحبت کنم، بعد از آن دعا میکنیم. صحبت من در موضوع پدر و مادر برای خاطر آن است که از سوخاز یک پدر نزد من از فرزند شکایت کرد که بچم صاحب 3 فرزنده گفت برای خاطر پول دیگو من پولش ندادم، همو قدر زدم، گفت که 3 روز به کرپا گرداندن من در خانه. بچه پدرش زد. جوانای خوب، فرزنده که پدر خودش مادر خودش آزار میدید مگر وای فرزند است؟ هیچ دین مانند اسلام و هیچ کتاب آسمانی مانند قرآن احترام پدر و مادر و بزرگ داشتن پدر و مادر برای جوانها تاکید نکرده. قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرآن چی میگوید؟ کسانی که شما میگه قرآن کتاب خدا هست، کتاب ما مسلمان هست، مگر به قرآن عمل بکنیم؟ اگر به قرآن عمل کنیم، قرآن در رعایت پدر و مادر میگوید اگر پدر و مادر شما ای جوانها در سن موسفیدی محتاج شما شدند، البته پدر و مادر وقتی خودش به قوت باشد احتیاجی به فرزند ندارد، بلکه او فرزند با تامین میکند، بلکه او فرزند میخواند. امروز موسفیدا پدر و مادرای ما 70 درفتی هم به جای آنکه در مسجد 5 وقت نماز صادقانه حالا هم برای بچه هاشون کار میکنند. 70 درفته است، حالا هم برای بچه دخترش کار میکنند، جایی که برای آخرتش کار کند. اما در آخر از این فرزندی داخل بچه میبیند یا تیاق شب میخورد یا اینکه بچهش اگر یگان سفارش کرد میگه تو دیوانه هستی به من کاردار نشو. خدا چی میگه؟ وقتی که پدر و مادر در وقتی پیرانسالی محتاج شما شد ای جوان مرد فلا تقل لهما اف، در وقتی خدمت کردن پدر و مادر نالیش نکن. اگر پدر یا مادر تو یگان کار فرمد همون کار اجرا کردی پیشی وای در رفته اف نگو که خستگی تو نشان تهی که مبادا دلی وای نرنجد. حالا بیچاره پدرها که رنجش تماما نسبت به بچه هاشون فراموش کردگی هستن. مفسرین کرام میگن اگر پدر یا مادر بیماری بستری شود، بچه یا دختر اگر پیشاب پدرش گیرد بوی پیشاب در مشامش رسد در دماغش باید اف نگوید، زیرا که همون پدر بود، همون مادر بود که در خردسالی در آغوشی و پیشاب میکردی وای اف نگفته بود، همون مادر بود که نجاستی تو رو به دستش میشوش اف نگفته بود هر روز چند بار. امروز که محتاج تو شده خواه 1 ماه خاتون وای تا وقتی مردنش تو در خدمتی وای نالش میکنی. امروز بچه های ما یافتیان پدراشون برجای مانده شد یا میبرن در حساب میپرتیان در شهر نوخانی به صاحباده یا میبرن بلیسه میپرتیان خیلی خودش. من مادر جنازش خواندم، مادره که صاحب 3 فرزندی زندار و کودکدار در بیمارخانه وفات کرد، بچه هاش در بالاش نرفتن، چشمش چار به توی در که بچه بیا بالا، دکترها منش بستن بچهش بالاش نرفت. جنازه من خواندم کمپیر که در شو. حالا قرآن بگه ولا تقل لهما اف،
در وقتی خدمت پدر و مادر اف نگو. وقتی که پدر و مادر به تو گم میزند، به تو سفارش میدهد، تو سفارش وی اجرا کن با زبان ملایم و شیرین. خب پدر جان گو ولا تنهرهما، به سوی پدر و مادر چشم نپیسان. قرآن حتی چشم علق کردن به سوی پدر و مادر اجازه نمیدهد. چه جایی که سخنی درست گفتن، چه جایی که تو کاردار نشو به من گفتن. اگر چی تو ثروتمندی، اگر چی تو صاحب ماشینی سبکروی، اگر چی تو صاحب مگزینی، اگر چی تو صاحب حکومتی، از همین پدری نالایق تو به وای رسیدی. امروز در نظر تو این میتابد؟ فلا تنهرهما، خدا میگه به سوی پدر و مادر چشم دراز نکن. و قل لهما قولا کریما، با پدر و مادر با ملایمی با زبان شیرین سخن کن. حضرت ابن عباس پرسیدن تفسیر همین آیه کلمت جوانای خوب که مراد از این چیست؟ و قل لهما قولا کریما، ما به پدر و مادر چطور صحبت کنیم؟ چطور؟ حضرت گفتن ماننده که غلام در پیش مولا چگونه با آداب میستن، مادامی که خدمتچی ها در پیش رئیس جمهور چگونه با آداب میستن، باید جوان در پیش پدر و مادرش هم تو با آداب میستن. تاجیکیش همین تلویزیون میبینه که در پشت پرزیدنت ها سکرتراشون چگونه با آدابن، نمیجومن، حتی چشمک نمیزنن، حتی از سطح رئیس جمهور. باید بچه در پیش پدر و مادر هم تو با آداب باشد. این از قرآن از ما طلب دارد. اما امروز اکثر مسلمان ها از قرآن دور شدن، بنابر پدر و مادر در نظر بچه ها امروز یک خدمتگار هم نیست قدرش. پدر موسفید است، از در میدارد. بچه اگر خواب باشد، پاش دراز باشد، والله پاش جمع نمی کند. خدایا شکنه این پایی که در پیش پدر و مادر جمع نشود. باید به همین امید فرزند کلام کرد، باید به همین امید فرزند تربیت کرد. شبا خواب نرفت که من از در دارم بچم کنشو کامم نکند. آداب مسلمان این است که پدر از در میدارد، باید بچه و دختر پیشی باید خیزد، باید دست گیره در بالا شناند. این است آداب اسلامی، این است آدابی که قرآن به بچه ها تعلیم میدهد. و قل لهما قولا کریما. جوانای ما چی یاد گرفتن از تلویزیون؟ جوانای ما از ویدیو فیلم ها چی یاد گرفتن؟ پخنی ما این شب هم تو گفت ای زبانت بریده والله برای تو پخد است، باید پدر می شود یا مخن. این از آدابی که جوانای ما از کوچه یاد گرفتن. اگر اینها مسجد می رفتن روزای جمعه از پیشواهای خود در باب احترام پدر و مادر سخن می شنیدن، پدر پخند نمی گفتن وای پدر است، وای مادر است، وای مربی است. الله رسول اکرم در حدیث صحیح می فرمایند عاق پدر و مادر بوی جنت نمی یابد. مراد از عاق چی است عزیزان من، جوانای خوب؟ مراد از عاق این نیست که پدر گوید که من از بر تو گذشتم، یا مادر گوید من شیر چاشیدم. این عاق نمیگویند. عاق همین است که فرزند یا سخن گوید یا کار کند که پدر دلش شکسته شود یا دلش زیق شود، همین خود عاق حساب است. باید بچه ها کار کنه که پدر و مادراتان زیق نکنه. جوانای خوب، شما سحر کار دمیره، اول درای پدر و مادراتان دستاشان گره بوسه کنه، از اونها دعا گره بابا کار روی. اگر چی تو صاحب ثروت هم باشی، اگر چی تو صاحب مگزین هم باشی، از این برکه میابی تو. بوسه کردن دستی پدر این مستحب است. نگاه کردن روی مادر و پدر این عبادت است. حالا بعد بچه های ما در همون حوالی پدرش قدیم مادرش زندگی میکنند، هفته ها میشه دلی پدر مادرش نمیکشد. شب میبیا سحر میرود، شب میبیا سحر میرود، یگان چی هم برای صغیرهای خودش میبیا زهر خور صغیر شکلات. اما نمیگی پدری من در خانه تا خواب است. انا همون صغیرهایی که تو امروز بری دلش میسوزد، همون صغیرهایی که برای من بهترین لباس میخری میبیاری، وقتی تو این مصیبت هم تو بانی کرده بود.
هر دا نقدم که حالی این دادات بالای تو دمه بیاد از همون بچه که شیرین روحت انشاءالله تو رو بلغت میزند. خواهی که در وقت پیری بچه های دوست رویت داد شما رو احترام کنه. امروز پدرهای مصطفیتان و مادرها رو احترام کنید. رسول اکرم میگن برو آباءکم تبرکم ابناءکم، پدر و مادراتان خدمت کنه در وقت پیری شما رو خدمت بکنن.